گفت ابن عباس اینو نخون، آیه دیگر بخوان. گفت جناب معاویه ما هر آیه‌ای خواندیم تو گفتی اینو نخوان، آیه دیگر بخوان. چه چیزی بخوانم که نشر و فضائل شناخت امیرالمؤمنین نباشی؟ ابن عباس اذا زلزلت الارض زلزالها بخوان. گفت متأسفم معاویه این هم در فضیلت امیرالمؤمنین است. گفت علی دل این آیه چی کار میکنه؟ کجای این آیه علی؟ گفت مگر نمیدانی بعد از پیغمبر مدینه زلزله های شدیدی آمدن، همه مردم وحشت زده، اسوارها خارج شده. یک دفعه دیدم وجود مقدس امیرالمؤمنین به در آمد، خارج شد، به جماعت مردم که رسید زمین شروع کرد لرزیدن. یک دفعه گفت علی اذا زلزلت الارض زلزالها خان و کوبید به زمین. گفت ای زمین ابو تراب به تو دستور به امر میکند دیگر لرزی و آرام باشی. گفت بعد از آن دیگر ندیدیم زمین بلرزد و آرام گرفت. معاویه گفت هر جا رو بهت بگم فضیلت امیرالمؤمنین است، یک راه بیشتر نیست که قرآن از میان مردم برداری. اگر بخوام نشر فضائل نشه باید قرآن از میان مردم برداری.